دنیایی را تصور کنید که بیماری‌ها قبل از بروز علائم تشخیص داده می‌شوند. درمانی را تصور کنید که مختص ژنتیک شما ساخته شده است. این داستان علمی تخیلی نیست. این نوید هوش مصنوعی در مراقبت‌های بهداشتی است. هوش مصنوعی به سرعت در حال تغییر نحوه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها است. و ما را به عصر جدیدی از پزشکی شخصی و پیشگیرانه وارد می‌کنند. روزگار پزشکی عمومی گذشته است. الگوریتم‌های هوش مصنوعی با توانایی تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از داده‌ها، راه را برای درمان‌های شخصی سازی شده هموار می‌کنند. با تجزیه و تحلیل سابقه پزشکی، اطلاعات ژنتیکی و سبک زندگی شما، هوش مصنوعی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های خاص را پیش بینی کرده و اقدامات پیشگیرانه شخصی سازی شده را پیشنهاد دهد. هوش مصنوعی در حال تغییر بازی در تشخیص بیماری است. الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند تصاویر پزشکی مانند اشعه ایکس، CT اسکن و MRI را با دقت قابل توجهی تجزیه و تحلیل کنند که اغلب از توانایی‌های انسان فراتر می‌رود. این به معنای تشخیص سریعتر و دقیق‌تر است که منجر به درمان به موقع و نتایج بهتر برای بیماران می‌شود. اما نقش هوش مصنوعی به تشخیص ختم نمی‌شود. در حوزه درمان، ربات‌های جراحی مجهز به هوش مصنوعی به جراحان با دقت و کنترل بیشتری کمک می‌کنند و باعث کاهش تهاجم و بهبودی سریعتر بیمار می‌شوند. دنیایی را تصور کنید که جراحی‌های پیچیده با حداقل خونریزی و اقامت کوتاه‌تر در بیمارستان انجام شود. این قدرت هوش مصنوعی در جراحی است. ظهور فناوری پوشیدنی همراه با هوش مصنوعی به افراد قدرت می‌دهد تا کنترل سلامت خود را در دست بگیرند. ساعت‌های هوشمند و ردیاب‌های تناسب اندام اکنون می‌توانند ضربان قلب، الگوهای خواب شما را کنترل کنند و حتی ریتم‌های نامنظم قلب را تشخیص دهند. این داده‌های لحظه‌ای که توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می‌شوند، بینش‌های ارزشمندی در مورد سلامت شما ارائه می‌دهند و تشخیص زودهنگام مشکلات احتمالی را ممکن می‌سازند. دستیارهای سلامت مجازی نیز نحوه دسترسی ما به مراقبت‌های بهداشتی را تغییر می‌دهند. این دستیاران مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند به سوالات پزشکی شما پاسخ دهند، قرار ملاقات تعیین کنند و حتی بر اساس سابقه پزشکی شما توصیه‌های بهداشتی شخصی سازی شده ارائه دهند. این دسترسی طی ساعته به اطلاعات مراقبت‌های بهداشتی به افراد قدرت می‌دهد تا در مورد سلامتی خود تصمیمات آگاهانه بگیرند. آینده مراقبت‌های بهداشتی به طور جدایی ناپذیری با هوش مصنوعی گر خورده است. با پیشرفت مداوم فناوری هوش مصنوعی می توانیم انتظار کاربردهای متحول کننده تری را در مراقبت‌های بهداشتی داشته باشیم. از توسعه داروها و درمانهای جدید گرفته تا ایجاد همراهان سلامت مجازی شخصی سازی شده، امکانات بی نهایت هستند. این زمان هیجان انگیزی برای زندگی است که شاهد طلوع عصر جدیدی در مراقبت‌های بهداشتی هستیم. با پذیرش این پیشرفت‌های تکنولوژیکی و آگاه ماندن، همه ما می‌توانیم از پتانسیل نجات بخش هوش مصنوعی بهره مند شویم.